آیا دولت ایران مستحق دریافت پول از سازمان ملل بابت حضور مهاجرین افغان هستند؟ یک سال پیش همه در جریان هستند که برگه های سرشماری برای قانونی جلوه دادن افغان ها و دریافت میلیون ها دلار از سازمان ملل توزیع نمودند و در بدل یک کاغذ سفید 250,000 تومان فی نفری دریافت میکردند، در حالی که با این برگه ها به راحتی توسط پلیس ما اخراج می شدیم و رد مرز می شدیم. حتی قادر به دریافت سیم کارت و کارت بانکی نبودیم. پس این مدارک جز کاغذ سفید برای ما بیشتر نبود. و حالا هم کارت هوشمند. در بدل هر یک کارت هوشمند 1,200,000 تومان دریافت می کنند و این کارت ها فقط در یک محدوده خاص اعتبار دارد. در صورتی که همه مهاجرین افغان کارگرانی هستند که برای پیدا کردن یک لقمه نان به ایران پناه آوردند، در یک مکان تا زمانی اقامت دارند که مشغول به کار باشد. بعد از ختم کار مجبور به نقل مکان هستند و اگر از یک استان به استان دیگر نقل مکان کنیم باید برگه تردد دریافت کنیم و بابت هر برگه تردد 250,000 تومان پول دریافت میکنند. و حالا ما مجبوریم هر طرفی نقل مکان کنیم و هر طرفی شور بخوریم، این طرف و طرف بریم بگردیم، باید برگه تردد دریافت کنیم و برای اونها پول بپردازیم و اون برگه تردد بیشتر از یک ماه اعتبار ندارد و هر ماه باید 250,000 تومان این طرف و طرف بریم، باید پول بپرداخت کنیم. پس شما بگویید آیا این کارت قانونی است؟ از همه شما مردم با عزت ایران و افغانستان خواهشمندیم که پاسخ این سوالها را شما در کامنت برایم بنویسید. دولت ایران باید به سازمان ملل بابت دریافت پول ضمانت کتبی تحویل بدهند که اینطور نیست. ما مهاجرین افغان مقیم ایران از سازمان ملل خواهشمندیم هیچ گونه پولی بابت حضور اتباع افغان به دولت ایران نپردازند. ایران یگانه کشوری است که میلیون ها افغان در آن کشور به مهاجرت به سر میبرند و از آنان به عنوان گاو شیری سود میبرند، در صورتی که میلیون ها دلار از سازمان ملل بابت حضور اتباع افغان سالانه دریافت میکنند. حتی قادر به تأمین حقوق انسانیشان نیستند. آزادی حقی است که خداوند برای انسان اعطا نموده است، اما با تأسفی که این حق را دولت ایران از مهاجرین افغان سلب کرده است. اگر حضور افغانها طی 20 سال اخیر در این کشور نمی بود، اکنون کشور ایران با مشکلات جدی روبرو می بود. دشوارترین کار ایران را مردم افغانستان انجام می دهد، اما طبق وزارت کار و رفاه اجتماعی حق و حقوقشان پرداخت نمی شود و از مجبوریتشان سوء استفاده می کند، در حالی که یک کارگر ایرانی با یک شیفت کار افغان 2 برابر حقوق دریافت می کند. دولت ایران برای اخاذی از مهاجرین افغان روزانه مقررات و یک طرح را پیش می کشند که مهاجرین افغان مجبور به اطاعت هستند. در این طرح بیش از 12,000 تبع خارجی که در استان قزوین شناسایی شده اند کارت هوشمند دریافت خواهند کرد. این افراد پس از تماس از سوی دفاتر ششگانه خدمات اتباع خارجی در استان می توانند با مراجعه به این دفاتر کارت‌های هوشمند خود را دریافت کنند. بنابر اعلام روابط عمومی استانداری قزوین وی ادامه داد: با توجه به قوانین موجود، بخش مرکزی و بخش کوهین شهرستان قزوین مناطق مجاز برای حضور اتباع خارجی در استان قزوین در نظر گرفته شده است و اتباعی که در صورت قانونی در این مناطق زندگی میکنند و از مدارک معتبر اقامتی برخوردار هستند باید در هنگام تردد در سطح شهر اصلی مدارک اقامتی و پروانه یا کارت خود را همراه داشته باشد. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین استانداری قزوین بیان کرد: اتباع مجاز برای تردد بین شهری و استانی حتما باید با مراجعه به دفاتر کفالت برگه تردد معتبر دریافت کنند تا با مشکل مواجه نشوند. با اجرای طرح توزیع کارت هوشمند برای اتباع خارجی در کشور، از این پس امکان ماندگاری و ارائه خدمات به اتباع خارجی غیر مجاز وجود ندارد. طریق گفت با جدیت تمام مهاجرین خارجی غیر مجاز شناسایی و با اردوگاه هایی که برای بازگشت به کشور خودشان در نظر گرفته شده است معرفی خواهد شد. از مهاجرین خارجی که به شکل غیر قانونی وارد مرزهای ایران شده اند می‌خواهیم تا به صورت خود معروف کشور را ترک کنند و پس از طی فرآیندهای پیش بینی شده به وطن خود بازگردند. مهاجران افغانستان در ایران این روزها وضعیت خوبی ندارد. از تجمع در صف نانوایی پرهیز کنید. از سوار شدن در متروها جلوگیری کنید. از رفتن در پارک ها دوری کنید. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به چند خبری مهم و فوری. چند روز می شود که افغانی بگیر بیش از حد در استانهای البرز، تهران، مشهد، اصفهان و غیره ادامه دارد که البته معلومات دقیق در دسترس نیست. در بعضی جاها افرادی که دارای برگه سرشماری اند اونها را جمع‌آوری میکند و به افغانستان میفرستد
و حتی خانم‌ها و کسانی که دارای برگ همایش و پاسپورت هستند جمع‌آوری شده و با افغانستان بازگردانده می‌شود. خیلی از هموطنان میگویند که در اردوگاه بسیار مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و لطکوب کردند، سلی زدند و فحش‌هایی که از دهن برمی‌آمدند میگفتند، نان و آب و مواد غذایی که هیچ نمیدهند. جزئیات جدید از صدور کارت هوشمند مهاجرین. علی اکبر زارعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی قم با اشاره به اینکه صدور کارت هوشمند ملی مهاجران اولین گام اجرای طرح حکمرانی هوشمند در حوزه اتباع و مهاجرین خارجی است گفت اجرای این طرح از آینده نزدیک و احتمالاً ماه آینده و پس از معرفی یک اپلیکیشن آغاز خواهد شد. با گفته زارعی پس از معرفی اپلیکیشن فوق به مرحله اول اتباع دارای کارت آمایش بایستی وارد اون شود و مشخصات خود را وارد کنند. سپس این اطلاعات با تطبیق در سامانه وزارت کشور راست‌آزمایی می شود و پس از اون بانک سپه به عنوان عامل صدور کارت هوشمند مهاجرین برای تبع کارت صادر می کند. علی اکبر زارعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم در مورد برنامه آتی مورد به اتباع و مهاجرین خارجی گفت با پیگیری سازمان ملی مهاجرت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور ایران اجرای طرح حکمرانی هوشمند در حوزه مهاجران در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی قم اولین گام اجرای طرح حکمرانی هوشمند مهاجرین را صدور کارت یک پارچگی برای تمام اتباع خارجی دانست. اتباع خارجی در این طرح دارای یک شناسنامه ملی می شود. زارعی در رابطه با چارچوب اجرای صدور کارت هوشمند ملی مهاجران نیز گفت سیاست طرح حکمرانی هوشمند حوزه مهاجران از سوی دولت ابلاغ شده و جلسات اون در سازمان ملی مهاجرت تشکیل شده و کارت های هوشمند ملی مهاجران در حال آماده سازی و چاپ است. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی قم افزود انتظار می رود که اجرای طرح فوق در آینده نزدیک و احتمالاً از ماه آینده و با معرفی یک اپلیکیشن و سامانه ویژه آغاز شود. زارعی با اشاره به ضرورت وجود یک بانک اطلاعاتی منسجم از اتباع خارجی مقیم ایران افزود بعد از معرفی اپلیکیشن فوق از طریق رسانه‌های مختلف اطلاع رسانی خواهد شد. مهاجرین باید در آن ثبت نام کنند و مشخصات خود را وارد کنند. سپس اطلاعات وارده از سوی تبعه از طریق سامانی موجود در وزارت کشور راست‌آزمایی می شود و پس از این مرحله کارت هوشمند ملی مهاجران برای آنان صادر خواهد شد. این مقام مسئول ثبت نام و افزودن و ویرایش مشخصات را در سامانه فوق کاملا رایگان عنوان کرد و گفت تمام اتباع خارجی می تواند خودشان را از طریق تلفن همراه در این سامانه ثبت نام کنند، البته اگر کسی سواد مناسبی نداشت و ترجیح داد از کافی نت ها ثبت نام کنند. طبیعتاً اون مرکز تعرفه خدمات دارند اما از سوی دولت و وزارت کشور هیچ هزینه‌ای برای سامان دریافت نخواهد شد. لذا اتباع مهاجرین خارجی متوجه سوی استفاده کنندگان احتمالی باشند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی قم با اشاره با اینکه بانک سپه عامل صدور کارت هوشمند ملی مهاجران می باشد گفت یک حساب بانکی برای کارت هوشمند صادر درج می شود. همانند کارت های بانکی دارای نوار مغناطیسی جهت استفاده در تراکنش های روزانه همانند خرید و امور بانکی می باشد. همچنین در کنار کارت هوشمند ملی مهاجرین یک سیم کارت همراه اول یا ایرانسل با پیش شماره مشخص نیز به تبع داده خواهد شد. زارعی خاطر نشان کرد در مرحله اول اجرای این طرح اتباع دارای کارت آمایش و هویت مورد نظر قرار می‌گیرند که به جای کارت های آمایش و هویت برای آنان کارت هوشمند ملی مهاجران صادر می شود. در ادامه طرح نیز افراد دارای برگه های سرشماری و گذرنامه مشمول اجرای طرح خواهد شد. این مقام مسئول با اشاره به صدور انواع مدارک اقامتی بنابر اقتضای زمان در سالیان گذشته برای اتباع خارجی گفت کارت هوشمند ملی مهاجران برای تک تک اعضای خانواده ها صادر می شود و جایگزین تمام مدارک های موجود اقامتی خواهد شد. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی قم با اشاره به اینکه سربرگه های افراد سرشماری شده نیز به کارت هوشمند تبدیل می شود. آمار افراد سرشماری شده به سامانه موجود است که در چه تاریخ اقدام به دریافت سربرگ کرده است، اعتبار کارت هوشمند سرشماری ها به صورت هوشمند و اگر در طول اقامت تخلفی از سوی فرد و خانواده وی سر نزده باشد قابل تمدید و بازه‌های طولانی تر خواهد بود. آقای زارعی با بیان اینکه گام‌های بعدی طرح حکمرانی هوشمند در حوزه‌های مهاجرین نیز به فراخور تا 2 ماه دیگه بین مردم پخش خواهد شد و بعد از اون مراحل بعدی